عزیز، امروز اومدیم با یک آموزش دیگه. دوستان ببینید امروز اومدیم در سر پروژه و روش میخوایم بهتون بگیم که روش DSM هست دوستان و یک روش پرکاربرد در بهسازی و مقاوم‌سازی خاک محسوب میشه در کنار میکروپایل و شمکوبی ها. دوستان ببینید این دستگاه ما یک سرش ببینید یک مته داره، حالا زوم میکنید. این مته همراه با آب به عمق 8 متر قراره بره داخل زمین، به عمق 8 متر طبق طراح گفته طراح و زد دورانی همراه با آب میره داخل